با مردم ها؟ با خواهش خودتون دعوت کردن؟ با خواهش خودتون ولی کنید چیکار باید کنید وظیفه‌ش ما؟ اینو چی هم میتونی نشون تین؟ اینو ولنتیوری هستن که اینو رو با هدف‌های حزب خلق جمهوری تاجیکستان در همین نشان داده شده است. از چند هدف چیه، مقصد حزب چیه، همین گفته شده است. خودتون شرکت میکنید در انتخابات؟ بله اشتراک کننده. نه پروسا از طرف همچون دانشجو از طرف باز همچون ولنتیور از طرف مرکز دستگیر دانشجو ما در اینجا شرکت گذشته مونیم. این فرق از زمین تا با آسمان زیرا که در 5 سال پیشتر زیرکی سیاسی چیز اکثر جوانان نمیدونستند. حالا که مثلا با واسطه مطبوعات، با واسطه رادیو، با واسطه تلویزیون، با واسطه تمام اخبار عامه که امروز خب اوید زیرکی سیاسی معلومات ها بیشتر شد، اکثر جوانان آگاه گشته هستند که زیرکی سیاسی چیست و درک کرده هستند که مثلا کم هم باشد مثلا خب دوید زیرکی سیاسی چیزها رو باید اونا دونن. دستی بچو ورقه‌های وای تبلیغاتی حزب خلق دموکراتی است. بچو اصلا عضو این حزب هستن خودشون یا فقط اینو اصلا از حسابی که در ما امروز فعالیت میکند این یک تشکیلات جمعیتی سازندگان وطن که این در نزد حزب خلق دموکراتی تأسیس یافته است، اینا همچون اعضای همون تشکیلات سازندگان وطن فعالیت دارند و این مهم به حزب اعضا بودن نبودن اینها نیست. اینا همچون جوانی فعال که در این تشکیلات نامنویس شده هستند، مثلا در کارهای جمعیتی دانشگاه و بیرون از دانشگاه فعالیت میکنند و امروز هم یک اقدام نوبتی اینها میباشد که برای در کارهای جمعیتی مثال دانشگاه و بیرون از دانشگاه فعالیت شرکت ورزیدن در این اکسیا شرکت میکنند. خب گویم سهم خودشون رو میگذارند که این وابسته به اعضای حزب بودن و نبودن اینها نیست. اینا تنها اعضای نمون تشکیلات جمعیتی سازندگان وطن میباشند که این تشکیلات نمایندگیش در دانشگاه ما نیز وجود دارد. مقصد از تهیه و پیشنهاد چنین مراجعت ما جوانان فاکولتاتیو نسبت‌های بین‌الخلقی دانشگاه ملی این است که جلب جوانان و در معرکه در پیش ایستاده و آنها چون که با شما معلوم است جوانان آینده ملت هستند و ما می‌خواهیم و ما کوشش می‌کنیم که سهم جوانان هم در این معرکه سیاسی در پیش ایستاده باشد. هدف از نوشتن مراجعتنامه به جوانان کشور این پیش از همه بلند برداشتن حسی وطندوستی و مهم‌پروری آنها میباشد و ما دانشجویان فاکولته نسبت‌های بین‌الخلقی تصمیم گرفتیم که یک مراجعتنامه به جوانان کشور برای سهم ارزنده خود را گذاشتن در آینده و در پیشرفت کشور عزیزمون میباشد.